سلام، من سارام و این مدیتیشن رو با تمام قلبم دارم براتون ضبط میکنم. امیدوارم انرژیشو حس کنید. امروز میخوایم با هم یه مدیتیشن انجام بدیم برای شروع روزمون که در طول روز انرژی بیشتری واسه انجام کارهامون داشته باشیم. ترجیح اینه که این مدیتیشن رو صبح بعد از بیدار شدن انجام بدید به صورت نشسته و یا درازکش. اگه به صورت نشسته میخواید این مدیتیشن رو انجام بدید، حتما زیر باسنتون یک کوسن یا یک پتویی رو دولا کنید و بذارید تا ستون فقراتتون و کمرتون موقع نشستن درد نگیره و بتونید مدت طولانی تری رو توی مدیتیشن بمونید. حالا یک گوشه امن و راحت رو انتخاب کنید. آروم بنشینید و یا دراز بکشید. تک تک اعضای بدنتون رو رها کنید. شل سبک. بدنتون رو اسکن کنید. از نوک پا تا تاج سر. هر جا عضله‌ای منقبض هست رهاش کنید. دوباره اسکن کنید. از تاج سر، عضلات صورت، گردن، ستون فقرات تا کف پاهاتون. هر عضله‌ای منقبض هست و یا تنشی تو هر قسمت از بدنتون هست رهاش کنید. آروم چشماتون رو ببندید. توجه آگاهیتون رو بدید به حفره‌های بینیتون. هوای دم از حفره‌های بینیتون وارد کنید و هوای بازدم از دهنتون خارج بشه. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، حبس، بازدم طولانی تر از دم. دم بگیرید با بینیتون. بازدم، حبس بازدم. رها کنید. یه دم عمیق دیگه. حبس. یه بازدم طولانی. یه دم عمیق دیگه. بازدم طولانی.
و حبس بازدم. حالا که بدنتون و تک تک سلول هاتون آروم شدن، توجه و آگاهیتون رو بیارید به نفس هاتون بدون اینکه تغییرش بدید. فقط حس کن که هوا وارد بدنت میشه و خارج میشه. احساس کن بدنت داره کم کم بیدار میشه. شونه هات رها میشن، فکت شل میشه و عضلات پیشانی رها میشه. هر جا توجه و آگاهیت از نفس هات رفت جای دیگه، دستشو بگیر، بیارش روی نفس هات و دوباره میره و دوباره بیارش روی نفس هات. هیچ مقاومتی نکن. فقط به این حرکت رفت و برگشت نگاه کن. شاهد باش. قرار نیست هیچ فکری از بین بره. قراره که تو شاهد باشی. حالا تصور کن یک نور درخشان مثل نور خورشید آروم آروم وارد بدنت میشه، از تاج سرت وارد میشه، تک تک اعضای بدنه و سلول هاتو روشن و درخشان میکنه و از کف پاها و دستات خارج میشه. و ببین که تمام خستگی ها، استرس، تنش ها با این نور از بدنت خارج میشه. و حالا توی دلت با من تکرار کن. امروز با آگاهی شروع میکنم. امروز با خودم مهربانم.
حالا 3 چیزو به یاد بیار که بابتشون قدردانی. لازم نیست که بزرگ باشن. شاید نفس کشیدن، سلامتی یا همین لحظه سکوت باشه. بذار این حس شکرگزاری و قدردانی توی قلبت پخش بشه. و چند لحظه همینجا بمون، متمرکز روی قلب. کم کم توجهت رو بیار به بدنت، به جایی که نشستی. انگشتای دست و پاتو تکون بده و هر وقت آماده بودی چشماتو باز کن و این آرامش رو با خودت به روزت ببر.